در دهه دره مختار دیهات جانبخت ناحیه خاولین مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 15 به نام شهرت نجم‌الدین زاده گذاشته شد. با دعوت پدر و مادر سرباز شهید شهرت نجم‌الدین زاده، یک گروه کارمندان روزنامه جمهوریت در مراسم افتتاحی بنای الهه‌گی مؤسسه تعلیمی عبارت از 8 صنفخانه اشتراک کردند. دوستان ارجمند، درود و سلام به شما. اینک ما آمدیم به ناحیه خاولین ولایت ختلان تا که در افتتاح مؤسسه تعلیمی به نام شهرت نجم‌الدین زاده که تازه به نام این قهرمان پسری تاجیک گذاشته شد اشتراک کنیم. باید یادآور شویم که شهرت نجم‌الدین زاده در مناقشه های مرزی اشتراک کرده بود و برای دفاع هر وجب زمین خاک وطن جان فدایی کرد و در نهایت شهید شده بود. و از آنکه این دبستان رقم 15 را در ناحیه خاولین به نام این قهرمان پسر گذاشتند، معلوم می شود که هیچ چیز و هیچ کس فراموش نمی شود. یعنی که از در مراجعت به نسل نو گفتنی هستیم که هر کسی که برای وطنش، برای میهنش جان فدایی کرد، کار خیری کرد، بنای ساخت یا خود برای حمایت منفعت‌های ملی، برای حمایت سرزمینش اگر جان فدایی کرد فراموش نمی شود. اینک این دبستان به نام شهرت گذاشته شد و با بهانه آنکه این مکتب به نام اوست حتما او یاد می شود. حالا چقدر خوب است که کتابخانه مکتب، بنای مکتب به نام او گذاشته می شود و آینده نسل نو، برای نسل نوی که اینجا تحصیل میکنند قهرمانی شهرت نمونه عبرت می شود و اونها هم برای آنکه یک وجب خاک این کشور برای بیگانگان داده نشود مثل شهرت قهرمانی خواهند کرد، چون ایدئالشان یا همون کسی هست دیگر برای اونها، برای اهل این دبستان که برای او پیروی کنند. این کس اون کسی که باید پیروی کنند این شهرت است. یادآور باید شویم که روزنامه جمهوریت درباره حیات و فعالیت این مرد نظامی در صحیفه‌های خود 2 مقاله، 1 شعر در یوتیوب کانال همنام روزنامه برنامه علاید تهیه و پیشنهاد تماشاگران کرده است. شهرت 16 سپتامبر سال 2022 در مناقشه های مرزی در چارکوه اسفره مردان جان فدا کرد. از او یک دختر و یک جهان عبرت و جوانمردی یادگار ماند که مردم تاجیک فراموش نخواهد کرد. در افتتاح مؤسسه رئیس ولایت ختلان دولتعلی سعید و دیگر شخصان رسمی، پدر و مادر شهرت جمشید نجم‌الدین زاده و ماماگل میرزوی و اشتراک از خواهران داشتند. ماماگل میرزوی با اراده قوی اظهار داشت که برای امنیت کشور و آسودگی مردم این قلمرو فدا شدن پسرش حکمت دارد و هرگز پشیمان نیست که چنین جوانمردی میهندوست را پرورده است. شهرت فرزندی بعد ختم مکتب میانه بسیار میخواست که به اکادمی ملی وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان داخل شود. بعد این فرزندی به دانشگاه شهر کلاب داخل شده، فیلولوژی تمام کرد. بعد این اختیاراً خودش خدمت مادر وطن رفت. بعد اونی که برای اکادمی داخل شده تواند در آمون رفت کار و فعالیت کرد. در قطار اونی که در آمون کار و فعالیت کرد به همه آرزوهاش رسید، یعنی که دانشجوی اکادمی وزارت کارهای داخلی گردید. بعد این فرزند من نظارت منطقوی و بعدا معاون سردار همین در اسفره 2. بعدا فرزند من ختم کننده کورس 5 اکادمی وزارت کارهای داخلی بود. ما با یک سربلندی میگم که این بویی برای من باعث فخر است. فرزند من گرچندگی در وطنداری جان داده باشد، این برای من شرف است. این برای من ننگ ناموسی وطنداری است. برای من باعث فخر است. من فخر میکنم که مادر همین فرزند هستم. حکومت جمهوری تاجیکستان قهرمان‌های فرزند ما را قدر کرده. انا ببینید چقدر مکتبی زیبا برای فرزندای ما، نه تنها برای فرزند من، برای او فرزندای ما مادرایی که بهر وطن و وطنداری سینه سپر کردن. بینوی همین مکتبه به نام فرزند ما موندن. از اون بسیار شدن که در دهه‌ای که واسه قهرمان در دهه دره مختار واسه قهرمان در انحنی کوچه و تاز کرده بود. من از اون بسیار می‌ندارم که در همین وطنی واسه قهرمان فرزندی برام نامگذاری کردن. من از همین جناب اولی باز هم یک بار دیگه می‌نداری خود رو بیان حکومت جمهوری
نوعی خوالین حکومتدارای حکومت من ندارم میگه که امی فرزند ما رو فراموش نکردن هم نامگذاری کردن هم مکتب برنامه فرزند ما من مینداری کلمه خدا بیان میکنم. بنا به اطلاع مسئولان مؤسسه رقم 15 وابسته گردن حدود محلی اهالینشین و سال از سال زیاد گردن شماره خوانندگان ضرورت ساختن صنفخانه الهی به میان آمده بود. از این رو با جلب صاحبکار محلی عبدالله حسنوف در نزد مؤسسه تعلیمی بنای نوی خوشتر و زمانوی دعاشانه برای تحصیل 24 خواننده به مبلغ 1,352,000 تومان ساخته شد. مردم محله و فعالان صاحب معارف برای ابتکار نجیب صاحبکار عبدالله حسنوف سپاسگزاری خود را عرض داشتند. اگر مکتب و آموزگار نباشد ملت بی‌سواد میماند، سطح معرفت‌ناکی مردم پست میگردد. در نتیجه آرامی و صلح و ثبات و آسایش کاسته میگردد و رشد دولت سخت خللدار میگردد. این سخنان دوربینانه محترم سرور دولت ما آموزگاران را وادار میسازد که با مقصدی در سطح بلند و معرفتناک تربیت نمودن خوانندگان سعی و کوشش بی‌اندازه نماییم. امروز با تشبث دستگیری های سرور دولت یکی از صاحبکاران با ننگ و ناموس وطنی حسنوف عبدالله در نزد بنای مؤسسه ما 8 صنفخانه تعلیمی که برای 480 نفر خواننده آماده شده ساخته به استفاده داده است با تمامی تجهیزات های زمانوی و مینداری آموزگاران و خوانندگان مؤسسه را به آقای عبدالله میرسانیم. با قامت افروختن بنای خوشتر و زیبای زمانوی هم ساکنان محل دهه دره مختار و هم شاگردان مؤسسه تعلیمی را خیلی شاد و خرم گردانده است. این بنای خوشتر را صاحبکار محلی حسنوف عبدالله ساخته به انجام رسانید. این اقدام را ما باشندگان محله سابقه‌داران ساحه معارف بسیار پذیرایی میکنیم و از نام همه باشندگان محله و شاگردان بسیار با یک صمیمیت میندارگی زیاد به صاحبکار بیان می‌داریم. راهبرد روزنامه جمهوریت برای آسان‌تر شدن کار چاپی مؤسسه مذکور یک پرینتر بسیار وظیفه، 100 شماره مخصوص روزنامه و 10 تا کتاب انتشار داده خود را سپرد.